سلام دوستان، برنامه ترانسفر در عمل است و در فرصت‌های نزدیکترین از اساسی ترین گزارش‌های ترانسفری تابستانه برایتان خواهیم گفت. تیم جبر دیده از شهر تورین با نام یوونتوس که در موسم گذشته فقط خول جمع کرد و فقط خولهایش را می گرفتند، اخیراً باعث از لیگ چمپیون ها بیرون شدن این دسته گردید. تابستان قرار کرد که فعالیتش را در بازار به مراتب بیشتر کند. همین طریق یوونتوس از خریداری پره ارکادیوش میلیک از مارسل اعلان نمود. دسته فرانسوی بهره حمله‌ور پولشگی خش 6.3 میلیون یورو به دست می آورد که این مبلغ هم در دوام 3 سال سپرده می شود. با وجود شرط‌های معین، تورینی ها را ضرور می آید که باز 1.1 میلیون یوروی دیگر در شکل علاوه پولی ها پرداخت نمایند. شرطنامه با میلیک باشد تا آخر ماه ایون سال 2026 مهلت داشته. این حمله‌گر در 39 بازی‌های اجاروی در صف یوونتوس 9 گل به ثمر رسانیده است. در حقیقت حفظ نمودن میلیک با وجود داشتن ولاخویچ خود از آن میگوید که این نفری سربی احتمالاً در بازار با نرخ گرانتر فروخته می شود. گزارش دیگری که از جانب تیم ایتالیایی انجام داده شد این به راما تعلق دارد. اینجا گپسری ایواندیکا می رود که چون فوتبال بازی آزاد از اینتراخت به راما گزارش کرد و شرطنامه مهلتش تا سال 2028 را نیز صاحب شد. دفاعگر 23 ساله به صف تیم ریمی چون فوتبال بازی آزاد گزارش نموده در تیم نوش رقم 5 را انتخاب کرد. این هم نفر است که سال قبل با دسته فرانکفورت در لیگ اروپا پیروزی به دست آورده، همچنین 134 بازی و 10 گل در بوندسلیگا دارد. خریداری که باید درد سری خط دفاع را در دسته مورینیو به پررگی برهم دهد یا به قول دیگر با آوردن این دفاعگر افسوس ماورا از تعمیر کپیتالی خواهد برآمد. نماینده دیگری سری آ در سیمای لچی که با انجام موسم قبلی در زینه 16 جدول مستقر گردید، دو گرفتی بازاری با خودی میلان نمود. لچی کلمبو را از میلان بر عوض 2.5 میلیون یورو بعد اجاره خرید، اما جانب رسانری حمله‌ور را دیگر باره بر عوض 3 میلیون یورو خریداری نمود. حمله‌ور همنامی پایتخت شریلانکا و سلسله فیلم معروف آمریکایی لارنسو کلمبو موسم 2022-2023 را در اجاره در لچی گذرانیده بود، ولی میلان هم با استفاده از نقطه خریداری برگشتی در شرطنامه اجاروی نخواست که کلمبو در لچی بماند. از روی معلومات کالچو مرکاتو کام لچی از برای لارنسو 2.5 میلیون یورو پرداخت نمود، ولی میلان باشد 3 میلیون دیگر داد تا بازیگر جوان خویش را بیگانه نکند. در موسم سپری شده سری آ کلمبو با 5 گل و 2 پرتافت گلی از 33 بازی‌های میدانی بیرون شده است. یک جمله دیگری ترانسفری از ایتالیا آن است که حمله‌ور اتلانتا از برگامو ساما لامرس به صف رنجرز شاتلندی گزارش کرد و شرطنامه تا سال 2027 امضا کرد. در موسم 22-23 لامرس طریق اجاره در سمپدوریا گذرانید و در دوام 33 بازی سری آ 2 گل و 2 پرتافت گل‌آور و راحت به سمت سری ب را برای تیمش تامین کرد. برای چنین آمارهای خشک و خالی و کارهای شوم در برگامو قرار کردند که درد سری زیادتی را به کشورهای بارانی باید فرستند. آخرین نقطه های قابل توجه از ایتالیا به قهرمان این کشور ربط دارد. ناپولی در موسم قهرمانی دید که فرزند سیمیونی از عهده کارهای بزیمش واگذار شده به خوبی میبراید. بازیگر ارژانتینی را به پررگی از ورونا خرید و امضا کنی شرطنامه مهلتش تا سال 2026 با امکانی تمدید کنی به 1 سال دیگر را هم با او دریغ نداشت. حمله‌ور 27 ساله که در قیاس به پدرش مغرور و به قول گرینی است از ارژانتین کی است و در قیاس به بعضی حمله‌وران میدان‌زبی کشور فوتبالی ما از 5 متر گل زدن میتواند، اخیراً صاحب شرطنامه 3 ساله در دسته اسکودتو دار شد. باید اشاره نمود که در موسم 22-23 جوانو سیمیونه طریق اجاره در صف ناپولی از ورونا بازی نموده در 25 بازی‌های سری آ 4 گل دارد، هرچند که شماره گل‌های بچه دیگو از اسیمخنوخویچا
به مراتب کمتر هم باشد، ولی با ماندن این نفر ارژنتینی در تیم قهرمان، مالک ناپولی اورلیو دی لورنتوس هیچ پشیمان نخواهد شد. سخن که سری خشتبار چگی رفت، موضوع را دوام میدهیم. پسری سیمیونه اگر که با تیم قهرمان شرطنامه نوشت، پسری بکهم از زنبوران تبریکنامه گرفت. اگر اندک فهموتر حرف زنیم، رامیو بکهم و برنتفورد شرطنامه زیر نقشه 1+1 امضا نمودند. رامیو بکهم با باشگاه انگلیسی شرطنامه 1 ساله با امکانی تمدید کنی به 1 سال دیگر امضا نموده. بچه فوتبال بازی خوب چهره و ستاره در صف دسته دوم برنتفورد برآمد میکند. نیم حمایتگر هجومکار 20 ساله و پسر یکی از مالکان اینتر میامی، دیوید بکهم، نیمه دوم موسم قبلی را طریق اجاره از MLS در تیم برنتفورد گذرانیده بود. اگر به هنر و مهارت پسری بکهم نظر افکنیم، تا سن 20 سالگی او هیچ به وارث بکهم ماننده ندارد. ممکن که با تکمیل مهارت ما بکهم دیگری را در میدان ببینیم. و خیالم تکرار مهارت انگلیسی دستان برای پسرش مشکل و امکان ناپذیر است، زیرا چطور میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. بیایید اندکی از کشور لاله ها سخن کنیم، زیرا این کشور هم یکی از تامین کننده های اساسی ابردست‌های فوتبالی با استعدادهای نادری فوتبالی می باشد. دقیق‌تر بگوییم گپ سری آیاکس آمستردام می رود که بر عوض 8.5 میلیون یورو از روما نیم حمایتگر منتخب بوسنیا و هرزگوینا بنیامین طاهیرویچ را به دست آورد. چطور نفری بسیار هم شناس وقتی بازارهای تابستانی برای همگان، فابریزیو رومانو خبر می‌دهد ارزش گزارش نیم حمایتگر 20 ساله منتخب بوسنیا و هرزگوینا 8.5 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. سرمربی روما ژوزه مورینیو به طور مخصوص از مهارت طاهیرویچ سخن کرده باور دارد که او آینده بزرگ دارد. در موسم قبلی طاهیرویچ در صف روما 11 مرتبه به میدان آمده است. بعد که این بازیگر هم به فابریک فوتبالی اوید آماده کنی ستاره ها رفت، یقینا بدانید که 2 سال پس از برایش در بازار تکرار سناریوی جنگ یکم جهان را خواهیم دید. اگر خودی بازیگر البته واقعا هم استعداد نادرش را تکمیل داده تواند. اکنون فرصتی در انتظاری برآوردن نطق پرمحتوا از گزارش بارسا هم فرا رسید. دسته‌ای که از گزارش دفاعگر 18 ساله از لیگ دوم خرواتیا آورد. این هم فایه است که من بعد در صف بارسا اتلتیک بازی میکند و دسته خاوی باشد سراسیمه‌وار ارزشی بعدی او را تا 400 میلیون یورو بالا برده است. دفاعگر 18 ساله‌ای که در صف تیم کوستاشیا از لیگ دوم خرواتی بازی می‌نمود، شرطنامه با جانب کاتالانی تا سنه 30 یونی سال 2027 نوشته کرد و برای تکمیل مهارت به دسته احتیاطی بارسا روان کرده شد. پیشتر معلوم گردید که برای آوردن این بازیگر خرواتی بارسا 5 میلیون یورو مصرف کرده است، ولی از فروش من بعده بازیگر باشد 400 میلیون یورو کار کردن است. بعد از دست دادن نیمار در بارسا دیگر به خاطر از دست ندادن بازیگران نادر دلخواه نفرانی 2 میلیونه را سراسیمه‌وار 200 میلیون نرخ میکنند تا که البته هیچ کس خریده نتواند، ولی برای تیم های عربی باشد فرقی ندارد، در کار شود خودی دسته بارسلونا را با خاوی میخرند. بارسلونا که در تلاش خریداری جوانترین هاست، برعکس این کار ریال مادرید یکی از پیرترین ها را خرید. این هم به آن خاطر است که پیریکار باید که با جوانان نوکاری دسته اساسی مادرید تجربه و درسی معرفت دهد، اگر خودش البته به مثل ازر از قطار بیرون نشود. اینجا البته گپ در سر اجاره خاستلو 33 ساله می رود که از اسپانیول با حق خریداری پورا آورده شد. این هم نفر است که چند پیش با منتخب اسپانیا در لیگ ملت‌ها پیروزی به دست آورد. پیشتر خبر برآمد که ارزش اجاره بازیگر از تیم کاتالانی 500,000 یورو با حق خریداری 1.5 میلیون بوده، حمله‌ور به کم‌کنی معاش نیز راضی می شود. عوض کننده احتمالی بنزما در ریال در موسم 22-23 34 بازی در لالیگا گذرانیده با 16 گل و 2 پرتافت گلی بهترین نشانزن اسپانیول رفتگی به سگوندا و سومین نشانزن بهترین لیگ تباس گردید. این آمارها هم به نظرم کلید اساسی بازگشت خاسلو به تیم شاهانه شدند. خود خاسلو باشد در سیستم ریال سالهای 2009-12 برآمد کرده
حتی در تیم اساسی نیز بازی کرده است. پس معلوم می شود که این разведкачи بارسا نبوده و آدم خودی در کاتالونیا بوده است. و مثال بنزما اگر زیاد گلزنی هم نتواند، به خیالم در مادرید چون حشراتی ضرررسان نخواهد بود. از پس ابرهای تومنپیچ اگر به کشور بارانی یک نظر کنیم، در لندن توتنهم و چلسی پره تغییرات‌های کادری انجام دادند. مثلا دسته انگه پستاکوگلو از بازگشت لنگله به بارسلونا و دنجوما به ویلیاریال اعلان کرد. خطکنی شرطنامه با کلمن لنگله از جانب بارسلونا معنای آن را دارد که لنگله یگانه بازیگر فرانسوی در بدر خواهد بود که همه از او بزارند. دفاعگر که از بارسلونا سرآغاز موسم 22-23 به اجاره گرفته شد به اسپانیا برمیگردد، جایی که بارسا تماما بازگشتش را خوش ندارد. این دفاعگر فرانسوی در 35 بازی یک گل هم زده است. اگر کار چنین طور باشد، پس لنگله را هم دیگر علاج نمانده است جز رفتن به مهاجرت فوتبالی کوتاه مدت به جانب چمپیونات بنگلادش. زیرا عربیان تا حال دیوانه نشدند که برایش شرطنامه 100 میلیونه در یک سال را پیشنهاد کنند. یک نفر دیگر که سرآمدان فوتبال قرار کردند که را نیز از وطن خود با بهانه نادرکاری بیرون کنند، البته دنجوما است که بازگشت به اسپانیا میکند. توتنهم باشد بعد گسیل کنی 2 نفر به اسپانیا اخیراً 1 نفر از ایتالیا را در دست ماند و حتی از برای خریداریش به یوونتوس 30 میلیون یورو پرداخت نمود. شرطنامه با بازیگر شوئدی تا سال 2028 بسته شده. کولوسفسکی در تیم لندنی الکی در مورد امضاکنی شرطنامه با بازیگر 23 ساله رسما اعلام کرد. و صفی توتنهم باشد این نیمه‌نهاییگر تاریخ اجاره از یووه زمستان سال 2022 گزارش نموده. کولوسفسکی در موسم قبلی پرمیر لیگ انگلیا 30 بازی 2 گل و 7 پرتافت گلی دارد. با آمدن ماوریسیو پوچتینو به چلسی معلوم می شود که در صف این تیم باز هم تغییراتی بزرگی کادری می شود. اما پیش از این درباره حمله‌ور نوی چلسی می گویم که درباره آمدنش به لندن هنوز ماه ینور معلوم بود. چلسی کریستوفر نکونکو را از ارب لیپزیگ به عوض بیش از 60 میلیون یورو آورد و شرطنامه 6 ساله هم با فرانسوی امضا نمود. کریستوفر نکونکوی 25 ساله که در 25 بازی و زدن 16 گل و ارسال 4 پرتافت گلی بهترین نشانزن بوندسلیگا دانسته شد. اکنون نفری بهترین چمپیونات آلمانی باید بهترین بودن خود را در چمپیونات انگلیا هم اثبات کند. باز نشود که این فرانسوی هم به مثال تیمو ورنری از ارب آمده از کجایی که آمد با 3-4 شلاق به همان جا فرستاده شود. از میان بازیگران نادرکار به چلسی باشد میتوان با صدای بلند نام تیموی باکایوکوی 40 میلیونه را به زبان آورد. نفری که سال 2017 خریداری شد و به خاطر ندیدن رویش 4 مرتبه به اجاره روان کرده شد. تیموی باکایوکو در صف کبودها 43 بازی گذرانیده، آمارش عبارت از 3 گل، 3 پرتافت گلی و جام انگلیا در سال 2018 می باشد. وقتی اجاره باشد این بازیگر در صف تیم‌های میلان 2 مرتبه، ناپولی و موناکو برآمد کرده است. بعد به پول رفتن باکایوکوی 40 میلیونه میتوان گفت که دزدی و کارهای پس پردگی راهبران دستای کمبغل هیچ بوده است. بازیگر دیگری فرانسوی که ما دیگر با پیراهن چلسی نمیبینیم نگولو کانته می باشد که به صف الاتحاد پیوست. برای گزارش این بازیگر باشد لندنی ها 25 میلیون یورو به دست آوردند، در حالی که کانته شرطنامه مهلتش تا سال 2027 را صاحب شد. فرانسوی 32 ساله هم بعد رفتن کریم بنزما به صف قهرمانان عربستان سعودی هم دسته هموطنی خویش گردید. از روی معلومات خبررسان فابریزیو رومانو معاش سالانه کانته 25 میلیون یورو خواهد بود. در دوام 4 ساله بودن در فوتبال سعودیان نگولو 100 میلیون یورو به دست آورده. همچنین از قراردادهای تجارتی و عملی کنی حقوق تمغوی مبلغ‌های علاهیده به دست می‌آورد. خودی بازیگر در تیم نوش مایول معرفی کرده می شود. کانته 7 سال در صف چلسی برآمد کرده، در این مدت 6 جایزه از زمره قهرمانی در انگلیا، لیگ چمپیون‌ها و لیگ اروپا به دست آورده است. در موسم جاری باشد نیم حمایتگر تکیه‌گاهی تنها 7 بازی به خاطر جراحت گذرانیده است و بعد شفایابی از جراحت دید که با وجود سن سالش در تیم لندنی از دستش
هیچ چیز نمی‌آید با قول خپودم خست و پول کارکنی پیشی عربیان رفت. در لندن شمالی باشد وابسته به انجام مهلت شرطنامه از رفتن انسلی میتلند نایلز اعلان نمودند، ولی همزمان با نیلسون گفت و شنیدها عاید شرطنامه نوین هم ادامه دارند. بر زمین گفته می شود که تابستان جاری 13 بازیگر صف آرسنال را ترک می کنند. شامل روی خط نفران میرفتگی از آرسنال نیز که روز 30 باشد زک آوه، جایل ایدخا، جورج لوئیس، انسلی میتلند نایلز، مت سمیت، توم سمیت، کالیل گرین، الکساندر کاواچویچ، تینو کوامینا و ماتئوس رابرتس می باشند. ماز در ردیف نفرانی نام برده نیلسون نیز باید از دسته رود، ولی احتمالاً با ادامه گفت و شنیدها این بازیگر را در امیریتس نگاه می دارند. امیو نیز در ردیف نمایندگان لندنی پرمیر لیگ انگلیا رفتن بازیگران خویش فیلز جان و اکسل توانزبه را تصدیق نمود. با دخیا باشد گفت و شنیدها ادامه دارند، ولی مهلت قرارداد کاری با دروازه‌بان‌ها توم خیتون و ناتان بیشاپ تمدید شده است. جونز 31 ساله در صف امیو از سال 2011 برآمد نموده 6 جایزه از زمره قهرمانی در پرمیر لیگ انگلیا و لیگ اروپا را به دست آورده است. در موسم جاری باشد جونز یگان بازی در تیم خویش نگذراند و این معنای آن را دارد که از این سابقه دار در امیو کیمکای باز بذارند. نفری دیگری میرفتگی اکسل توانزبه می باشد که از ماه فوریه سال 2023 طریق اجاره در صف استوک سیتی بازی می نمود. در دایره چمپیونشیپ دستپرور امیو 4 بازی گذرانید، در حالی که در سیستم باشگاهی سرخان از سال 2005 اعضا است. خلاصه گپ این که در امیو نیز به مثال دسته‌های دیگری به قول توپ انگلیسی تغییرات‌های کادری با مرام ادامه دارند. برایتون خوف آلبیون باشد بعد آنی که مکالیستر را به لیورپول گسیل نمود، همانا سابق نیمه‌نهاییگری دورتموند محمود داوود را شامل تیم کرد. این بازیگر چون فوتبال باز آزاد به انگلیا آمده شرطنامه کاری تا سال 2027 امضا نمود. بازیگر 27 ساله بعد 6 سال در شهر دورتموند به برایتون گزارش کرد. در صف زردپوشان باشد در موسم قبلی بوندسلیگا تنها 9 بازی بدون یگان عملی نتیجه بخش گذرانیده است. تا کجا برایتون نتیجه های موسمی خویش را در چمپیونات نوین با آوردن چنین فوتبال بازان حفظ کردن می تواند؟ فکر می کنم غیر از ونگ و نوستراداموس کم نفران در روی زمین می دانند. جود بیلینگهم که با رفتن از آلمان به مادرید خود را به آغوش پرز کشید، در این بازیگر صاحب استعداد هم گزارش داخل انگلیسی انجام داد. جوب بیلینگهم از تیم برمنگهم به ساندرلند گزارش کرد. باشگاه الکای اویدی به توافق رسی با برمنگهم در خصوص گزارش اعلان نموده نیمه‌نهاییگری 17 ساله بعد بازگشت از منتخب انگلیا U18 حجت‌های ضروری را امضا خواهد کرد. تا کدام درجه دادر و برادر در فوتبال اروپایی از خود سر و صداها بلند می‌کنند، رفتی موسم نوین البته نشان خواهد داد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنصت و پولدار باشید.